با سلام به رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت، همرزمان شورایی و مهمانان گرامی. خواهر مریم، برگزاری تظاهرات با شکوه نیمه شهریور در بروکسل را به شما که خالق ارزش‌ها و پیروزی‌های بزرگ این مقاومت هستید تبریک می‌گویم. همچنین 60مین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران این جنبینه بزرگ ملی و میهنی را به شما، به برادر مسعود رضوی مسئول شورای ملی مقاومت و فرمانده ارتش آزادی‌بخش، به مجاهدین و خلق قهرمان ایران تبریک عرض می‌کنم. در بروکسل شور و شوق بی‌نظیر دیدم. سخنرانی‌های آن و به ویژه صحبت‌های شما همزمان با عملیات‌های کانون‌های شورشی در سراسر ایران برج تازه‌ای در تاریخ مقاومت رقم زد و رژیم را در آستانه سرنگونی قرار داده. امروز عمود خیمه پوسیده نظام در هم شکسته است. گزارش هایی که از داخل کشور به خصوص از بازار می رسد، حتی کسانی که تاکنون با رژیم بودند روی 3 موضوع اتفاق نظر دارند. اول اینکه رژیم در برابر بحران‌های فزاینده اقتصادی هیچ برون رفتی ندارد و از تأمین نیازهای ابتدایی مردم چون آب، نان، برق عاجز است. موضوعی که اعتراضات گسترده اجتماعی را با خود به همراه می آورد. دوم، به رغم سرکوب گسترده و تدابیر بازدارنده، قیام و خیزش‌های بزرگ اجتماعی اجتناب ناپذیر است. همه در انتظار چنین وضعیتی هستند، حتی کسانی که با رژیم سر و کار دارند میگویند خود رژیم نیز در انتظار قیام به سر میبرد. سوم، استقبال از مجاهدین و کانون‌های شورشی در جامعه و از جمله بازار کیفاً نسبت به سال گذشته فرق کرده و حالا یک درک و تفاهم و امیدواری نسبت به این کانون‌ها در میان جامعه وجود دارد. در ضمن هیچ کس نمایش‌های مبتذل بچه شاه را جدی نمی‌گیرد. خانم رضوی، همرزمان مقاومت، یقین دارم چیزی تا پایان این دفتر باقی نمانده و صبح آزادی خلق نزدیک است. با احترام و سپاس، فقدان دریغ انگیز محسن آقای ازدانلو و برادر عزیزم علیرضا معدنچی را به شما و همه ایرانیان آزادیخواه تسلیت میگویم. پیروز باشید. درود.